سلام عزیزان، بنده آذری هستم. خیلی خوشوقتم از دیدارتون. من در کانالم هدفم شیر کردن تجربیات خودم با شما اگر تصمیمی برای مهاجرت به صورت کاری یا سرمایه‌گذاری در اروپا رو دارید میباشید. بنده مدت 15 ساله که مقیم شمال و اروپای مرکزی هستم. اختصاصاً 6 سالی در دانمارک زندگی کردم و 9 سالی هم هست که در لوکزامبورگ زندگی میکنم. به واسطه شغلی که دارم بنده مدیر ارشد خریدهای خارجی هستم و همینطور صادرکننده محصولات پتروشیمی به بازارهای دنیا. به واسطه شرایط کاری که دارم تقریبا میتونم بگم که در این مدتی که در اروپا ساکن شدم بیشتر کشور اروپایی رو شرایطش رو از نزدیک دیدم، پیش خودم ارزیابی کردم و حسب تجربه‌های زندگی که در اینجا و کاری کسب کردم میتونم به شما بهترین راهنمایی رو برای مهاجرت بکنم. امیدوارم که از راهنمایی‌های من بتونید نهایت استفاده رو بکنید و در طبق اخلاص بهترین راهنمایی و کاربردی ترین نکات کلیدی برای مهاجرت رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خواهش میکنم که اگر قصد سرمایه گذاری در شمال اروپا یا اروپای مرکزی رو دارین یا میخواین به صورت کاری به اروپا مهاجرت کنین حسابی تحقیق کنید و از تجربیات افرادی مثل من که از نزدیک با گوشت و پوست و خونشون شرایط رو لمس کردن و تجربه کردن تصمیم گیری کنید، چون مهاجرت خودش یک پوست اندازیه و بدون تعقل مطمئناً به نتایج دلخواهتون نخواهید رسید. امیدوارم که پاینده باشین. من ویدیوهایی در حد 5 تا 10 دقیقه مهیا میکنم که از حوصله خارج نباشه و نکات رو به صورت کلیدی خدمتتون عرض خواهم کرد. پاینده و شاد باشین. بهترینا رو براتون آرزو مندم. روز خوش. خدا نگهدار.